سلام از هیمنم. در واقع در ویدیو در پارت دوم ویدیو لاگ در مورد بحث کلا لاگ انجام دادن در مورد ویدیو قبل کنه. این ویدیو آغازین که من کاملتر انجام بدونی. حالا فعلا مباحث اولی، حالا مباحث ادوانسه چونی وگرنی یعنی ایسی مباحث رو انجام دادن در سوی وگرنی بیشتر در مورد گپ تکنیم. ما تو ویدیو قبلی در مورد چرا کانفیگ کنی، چه پکیجن انجام بدنی، تو کنترل خط چه کنی فلان کنیم گپ کنیم. فقط اصلاح کوچیک انجام بدم اشاره کنی. حالا غیر از اینجا کردن انجام بدون اینجا کردن ایزی خیلی اشاره کنی هاکای مستقیم استفاده کنی. لیخن لاگ داد اینفورمیشن این قسمت قبلا اینجکت انجام دادن و تو اینجکت اینفورمیشن انجام دادن اشاره خود ویژه مستقیم انجام بدنی و حالا ما قسمت قبلی فکر فقط حالا وارد کنسول انجام داد، در قانون نشان داد و انجام داد. حالا ما آغاز که فقط وارد کنسول نشان نده، گفتم وارد فایل انجام بده. خاصا وارد فایل انجام بده فقط لازم وارد کانفیگا مشخص کنیم، رایت تو انجام بده، وارد فایل مسیر فایل مشخص کنیم. هر توش که لازم مسیر مشخص کنیم، فایل مشخص کنیم انجام ده. و مسئله وای که اون ناوی فایل رو معمولا دستی نادنده. گفتم ستینگ همون اف ستینگ انجام میدم همونجا انجام ده. و ناوی بیان معمولا کانفیگی اگر روزانه انجام دادن اتفاقا انجام حالا واجه که بزنم اتوماتیک پروداکشن ناوی ثابت ناده چون فایل گره. بعد مسئله بعدی که خیلی خود فایل موقع کانفیگ انجام دادی یه سری اصطلاح هست. فایل لحاظ چکی فایل دو تا محیط عملیاتی فایل تا گرد آده. خب فایل تا گرد اصطلاحاً فایل حد گرو هر فایل ایده نچکه بعد حالا یا حذف کرد اطلاعات قبلی هر فایل چه حذف کرد ولی سی کانو ایجان در واقع روتیت کردن اونا دورت فایل در کل کانفیگری نشه که دنه اضافه کی و در اونا کانفیگونا انجام بدیم. ولی گفتم به زمانت خود ساده انجام گفتم و ماباس ادوانسی و شوری پی هم گفت و کار ساده گرام پس گفتم رایت تو انجام فایل که انجام دام در واقع رایت تو انجام فایل انجام دام دو رژان اجرا کنم این موضوع چرا داده ادامه انجام کلا مرتبی لاگین کانفیگا گره توشتان اشاره انجام بدی بس انریچ اشاره انجام بدی فایل خلق کد انجام بدی تمپلیت اشاره چکی گره توشته دین اشاره چکی کنم جای اجرا کنم فایل هنه بین فایل من چه خبره به انجام میده تو فایل دوی من تا که اون دو تا رکورده حالا اجرا کنم چند تا رکورد قرار دارم از کل درک انجام ناده گپ ساختن هم ناوی طبق ساعت انجام بده یا طبق روز انجام بدن هم دیتا قبلی آرشیو بگرد دیتا قبلی یا ریموف کرد پالیسی ساعت پالیسی بر اساس ساعت که اعمال کرد در دیتا در حال اجرا مبیانش گودن لاگ سام انجام بده و در لاگ من در واقع هر از ثبت که و بیاب در این اوضاع چاره بکن. خب حالا ما انجام دو شده من گریدم این لاگ خور یا نه تا که لاگی ما جوانده خواهرها یه سری اطلاعات اضافه جوانده سامانی که در مورد این انجام گفت و تا که تمپلیت هم مشخص آمد چه که استارت فلان اما اون تمپلیت اول چه بوده چه بوده یه سری تمپلیت ها خود شکل ایونت یه سری تمپلیت چکنی یه سری کلی کار شکل ایونت ها در واقع انجام بدنی و بس این ریچ انجام بدنی بس لول لاگ انجام بدنی که دیگه توش دیدنی هر شکلی انجام بدی در واقع پیش شره اونا بودن در جریان بوم که غیر بیان انجام ده. حالا متناسب سینکه که انجام دادنی من الان چه انجام دادم من سینکه فقط فایل کار کنم و کنسول کار کنم اما گله سینکه دنی پیاب دینی در بنده که موقع خواستن نصب کنی سینکه الاستیک خانه سینکه مختلف خانه شکل وان انتخاب کنم
پس لاگ تو سه توضیح مختصر دام گفتم به پکیج سی لاگ انجام بدین، سی لاگ پکیج نصب کنیم ارته کنترل خ اکشن خ منتظمات لازم رو انجام دادیم. بعد لول لاگی خ انتخاب کنیم، لول لاگی گفتم اینفو خان دیباگ خان فلان متاسفانه نیازی خ انجام دادیم. بعد گفتنی اما شکل دیتا لاگی خ درک مختلف مثلا کنسول ورژن ارتفاع ورژن ارتفاع ها رو گپ کنیم گفتنی کانفیگر ها انجام دادیم. بعد گفتنی فایل که فعلا انجام دادیم چند تا فایل انجام دادیم روتیت شکل انجام دادیم و توش دیدیم که کلا به هم در مورد این گپ کنیم.